بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. اذا وقعت الواقعه، هنگامی که واقعه قیامت رخ دهد، لیس لوقعتها کاذبه، خواهید دید که در وقوع آن دروغی نیست. خافضة رافعه، گروهی را خار می کند و گروهی را رفعت مقام می بخشد. اذا رجت الارض رجا، آنگاه که زمین به سختی لرزانده شود و بست الجبال بسا، و کوهها به تمامی متلاشی گردد، فكانت هباء منبثا، و همچون غباری پراکنده شود. وكنتم ازواجا ثلاثه، و شما به 3 گروه تقسیم شوید. فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه، نخست سعادتمندان هستند، چه سعادتمندانی و چه نیکو جایگاهی. و اصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه، و گروه دیگر تیره بختان هستند، چه تیره بختانی و چه بد جایگاهی. والسابقون السابقون اولئك المقربون، و 3مین گروه پیشگامان که در نیکیها سبقت گرفتند، آنان مقربان درگاه الهی هستند. فی جنات النعیم، در باغهای پرنعمت بهشت جای دارند. ثلة من الاولین و قلیل من الاخرین، گروه بسیاری از آنان در زمره پیشینیان هستند، خواه از امت اسلام یا از امتهای گذشته. و اندکی از آیندگان و متأخران هستند، على سرر موضونه متکئین علیها متقابلین، که بر تختهای گوهرنشان روبروی هم تکیه زده اند. یطوف علیهم ولدان مخلدون، نوجوانانی همواره شاداب گرد آنان به خدمت می گردند. بأكواب و اباریق و کأس من معین، با جامها و تنگها و قدحهایی از شراب جاری، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، شرابی که از نوشیدنش سردرد نمیگیرند و دستخوش مستی نمیشوند. و فاکهة مما يتخیرون و لحم طیر مما یشتهون، و از هر میوه و گوشت پرنده که بخواهند در اختیار دارند. و حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، و حوریانی غزال چشم همچون مروارید پنهان در صدف، جزاء بما كانوا يعملون، اینها همه پاداش اعمالشان است. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، در آنجا سخن یاوه و گناهالود نخواهند شنید، الا قیلا سلاما سلاما، در آنجا سخنی جز سلام و درود فرشتگان و بهشتیان نیست. و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، و اما سعادتمندان، چه سعادتمندانی، فی سدر مخضود و طلح منضود، در کنار درختان بیخار سدر هستند و درختان موز با خوشه های برهم نشسته، و ظل ممدود و ماء مسکوب، با سایه‌ای گسترده و آب همواره روان، و فاکهة کثیرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، و میوه های فراوان که نه تمام شود و نه ممنوع گردد، و فرش مرفوعة، و بسترهای برافراشته و ارزشمند،
إنا أنشأناهن إنشاء و همسرانی که با آفرینشی ویژه پدید آوردیم که زیبایی و جوانی جاودان دارند. فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. همواره دوشیزه اند و شوهر دوستانی هم سن و سال هستند. همه این نعمتها برای سعادتمندان است که برخی از آنان در زمره پیشینیان و برخی دیگر در زمره متأخران هستند. و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. و اما تیر بختان، چه تیر بختانی، فی سموم و حمیم، در میان باد زهراگین و آب جوشان قرار دارند. و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم، و سایه هایی از دود سیاه که نه خنک است و نه خوش. انهم كانوا قبل ذلك مترفین، آنان در دنیا ثروتمند و سرکش بودند. و كانوا يصرون على الحنث العظیم، و بر گناه بزرگ شرک اصرار می‌ورزیدند. و كانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. و میگفتند آیا هنگامی که مردیم و خاک و استخوان شدیم برانگیخته خواهیم شد؟ او آباؤنا الاولون، آیا نیاکان ما نیز برانگیخته میشوند؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ای پیامبر، به کافران بگو بی تردید گذشتگان و آیندگان همه در وعدگاه قیامت جمع خواهند شد. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، آنگاه شما ای گمراهان تکذیب کننده لآكلون من شجر من زقوم، قطعا از میوه درخت زقوم خواهید خورد. فمالئون منها البطون، و شکمها را از آن انباشته می کنید. فشاربون علیه من الحمیم، آنگاه روی آن آب جوشان می نوشید. فشاربون شرب الهیم، همچون شتران آتش زده. هذا نزلهم یوم الدین، این پذیرایی آنان در روز جزاست. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، ماییم که شما را از هیچ آفریده ایم، پس چرا آفرینش دوباره را باور ندارید؟ افرأیتم ما تمنون، آیا به نطفه‌ای که در رحم همسرانتان میریزید توجه کرده اید؟ اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون، آیا شما آن را می آفرینید یا ما آفرینندش هستیم؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ما در میان شما مرگ را مقدر کردیم و ناتوان نیستیم که امثال شما را جایگزین خودتان کنیم و شما را به گونه‌ای که از آن بیخبرید در آفرینشی نو پدید آوریم. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. شما که از آفرینش نخستین به روشنی آگاه شده اید چرا به یاد آخرت نمی افتید و پند نمی گیرید؟ افرأیتم ما تحرثون، آیا به دانه هایی که می کارید توجه کرده اید؟ اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون،
آیا شما هستید که آن را می رویانید یا ما رویاننده ایم؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. اگر می خواستیم خاشاکش می کردیم چنان که شگفت زده شوید. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. و چنان نابودش می کردیم که بگویید ما زیان کرده ایم، بلکه همه چیز را از دست داده ایم. أفرأيتم الماء الذي تشربون. آیا به آبی که می نوشید توجه کرده اید؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. آیا شما آن را از ابر فرو باریدید یا ما فرود آورنده آن هستیم؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. اگر می خواستیم آن را شور و تلخ می کردیم، پس چرا سپاس نمی گذارید؟ أفرأيتم النار التي تورون. آیا به آتشی که می افروزید توجه کرده اید؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. آیا شما درختش را آفریده اید یا ما آفریده ایم؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. ما این آتش را وسیله یادآوری عذاب دوزخ و مایه برخورداری و راحتی مسافران قرار داده ایم. فسبح باسم ربك العظیم. پس ای پیامبر، به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی و او را به پاکی یاد کن. فلا اقسم بمواقع النجوم. سوگند به جایگاه ستارگان. و انه لقسم لو تعلمون عظیم. که اگر بدانید سوگند بزرگی است. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. که این گفتار قرآنی گرانقدر است، در لوح محفوظ قرار دارد. لا یمسه الا المطهرون. جز فرشتگان پاک سیرت کسی آن را نمی بیند و به آن دسترسی ندارد. تنزیل من رب العالمین. از سوی پروردگار جهانیان نازل شده است. افبهذا الحدیث انتم مدهنون. آیا این سخن را سبک می شمارید؟ وتجعلون رزقكم انکم تکذبون. و به جای شکر روزی هایی که به شما داده شده است آن را دروغ می پندارید؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم. آنگاه که جان نزدیکانتان به گلوگاه می رسد. و انتم حینئذ تنظرون. و شما در آن هنگام نظاره می کنید. و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. و ما از شما به او نزدیکتریم ولی نمی بینید. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. اگر راست میگویید و هرگز در برابر اعمالتان جزا داده نمیشوید و قیامتی نیست، پس چرا جانش را باز نمیگردانید؟ فأما إن كان من المقربين. اما اگر او در زمره مقربان باشد، فروح و ریحان و جنت نعیم. در آرامش و گشایش و بهشت پرنعمت است. و اما إن كان من اصحاب الیمین فسلام لك من اصحاب الیمین. و اگر در زمره سعادتمندان باشد، به او گفته می شود سلامت و امنیت بر تو باد که از سعادتمندان هستی. و اما إن كان من المكذبین الضالین
اما اگر از تکذیب کنندگان گمراه و در زمره تیره‌بختان باشد، فنزل من حمیم و تصلیة جحیم، با آب جوشان از او پذیرایی می شود و به آتش دوزخ در می آید. این هذا لهو حق الیقین، این وعده پاداش و عذاب یقینا حقیقت دارد و تردیدی در آن نیست. فسبح باسم ربک العظیم، پس ای پیامبر با ذکر نام پروردگار بزرگت او را تسبیح گوی.